بله، زباله احکام. وارد میشویم به برنامه زباله احکام با پای چپ. بله، بسم الشیطان الرجیم. سلام علیکم و رحمت الله و بله. خب باز خدا توفیق داد در لحظاتی اون هم برنامه زباله احکام مزاحم شما باشیم. تو این برنامه ما بیشتر اراجیف به هم میبافیم و همش خودمون حرف میزنیم، ولی کسانی هم که تماس گرفتن صداشون ضبط شده اونام حق دارن. خیلی هاشون گاهی گله میکنن آقا مدت هاست ما تماس گرفتیم، سوال پرسیدیم، هنوز منتظر موندیم، صدامون پخش نشده، سوالمون رو نشنیدیم. باشه، اشکال نداره، در خدمت میشنویم صدای یکی از بینندگان رو. الو، سر این داستان گشتای ارشاد و نهی از منکر و اینا ما پیش خودمون قرار گذاشتیم هرچی آخوند و بسیجی مزاحممون بشن خیرشون رو بگیریم و به دام بندازیمشون و حسابی خلاصه حالشون رو جا بیاریم. خیلی دوست داشتم که شما یکی از این آخونده باشی که بتونیم همچی دستمون رو با عبا عمامتون آشنا کنیم و قرارمون رو اجرا کنیم. خب ما بر صراحت شما احسنت میگیم، اما جوابتون بله. قراری که شما گذاشتید اونجا به عنوان اینکه خیر ما را بگیرید، یعنی بنده به دامتون بیفتم و حال ما بگیرید، اصل این کار حالا ببینیم آیا این جایز است، چون خیلی این کارا میکنن. راجع به این کارم خب بده اگه همه هم رضایت داشته باشن که زرتمون رو غمسور کنن. یه مثال ساده بزنم. حاج آقا مثال نمیخواد بزنی؟ مگه کار سختیه فهمیدنش؟ میخوان فک یه سری آخوند رو سر نهی از منکر بیارن پایین دیگه. سوال اینه که حالا اومدیم و این وسط یارو مارمولک از دنیا رفت پیش امامش، مگه طوری میشه؟ بله، هیچی نمیشه. اگر مرجعی وفات یافت از دنیا رفت دیگه نمیشه از او تقلید کرد. خب نشه چه بهتر، اون که مشکلی نیست. مشکل من اینه که این دستی که میزنیم به آخونده نجس میشه. بله، ممکنه نجس بشود، اما با آب کشیدن دست پاک میشه. یه مثال بزنم، چون بعضی از افراد تو این مسائل وسواسن، زیاده روی دارن. حوزه به هر حال افراط و تفرید را مذمت کرده، نه کوتاهی نه زیاده روی. خب مواردی که نجس است فرمودن خب بکشید، جایی هم که نجس نیست یا نمیدونید که نجس است خب بی خودی آب نکشید، معطل نشوید. بله، وسط بحث شیرین نجاست بودیم که اشاره میکنن وقتمون رو به پایان است. تا برنامه دیگر که بتونیم بازم مزاحم شما باشیم با سوالای شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. موفق و مؤید باشیم و السلام علیکم و بله.